شما که در می وظیفه مسئولیت وظیفه را داشتین، شما هماهنگی نیروها را چگونه ارزیابی کردین؟ هماهنگی ملیت‌ها چطور بود؟ در این مورد ما صحبت کنید. تشکر. و هماهنگی نیروها را خب این خود شما میبینین، ما دیدیم واقعا بسیار خوب بود، رویا بسیار خوب بود. اون مسائلی به اصطلاح بعض تبلیغات بود که گویا که پشتون ها سی ازبک ها جنگ بین هزاره و پشتون است، بین ازبک و پشتون است. شما عملا میبینین همه پشتون ها، هزاره ها، ازبک ها، ترکمن ها، همه قماندان های این من دم سب قرار داره. همگی از اینا به یک رویا، به یک قمانده علیه طالب ها جنگید و همه موفقیت به دست آورد. و هیچ نوعی احساس ما نکردیم که در اینجا و شما هم نخواد بکنین کدام از ازبک است، کدام از پشتون است، کدام از تاجیک است. ما امیدوار هستیم این تبلیغات دشمن است، بلکه در شمال ما این امکانات و به اصطلاح این آمدگی هم داریم این گفت خونسا بکنیم و تا این را ثابت بسازیم این تبلیغ بیگانه هاست، تبلیغ طالبه هاست. ما همگی یک برادر هستیم، یک افغان هستیم، مسلمان هستیم، هیچ نوع فرقی بین ما و ملت ها وجود نداره. متحدانه علیه طالبان مثل که شمال همینطور مبارزه کردیم، سر تا سر افغانستان مبارزه خواهد شد. محترم الحاج استر جنرال عبدالرشید دوستم، بنیانگذار جنبش ملی اسلامی افغانستان، از اینکه مصرفیاتتون هم زیاد بود حاضر شدین برای بینندگان از تلویزیون، شنوندگان رادیو در رابطه با دستاوردهایتان معلوماتی را نمودین. از صحبت شما تشکر میکنیم. ما از دربار حزب متحال برای شما و از طریق شما برای تمام نیروهای جبهه متحد ملی و اسلامی نجات افغانستان که به خاطر آرامی مردم، به خاطر سرکوبی گروه نامنهاد طالبان در صفحات شمال مشغول وظایف هستند، موفقیت بیشتر و صحت کامل میخواهیم. تشکر، موفق باشید.